Herkese merhabalar. Do'stoni aziz, میخوام یک مراجعه کنم. دوستان عزیز، در این وقتها نتوانستم که در برای درس زبان ترکی یعنی درس زبان ترکی رو دوام دهم، چون که با من در واتساپ خیلی اسمس های زیاد از طرف آدمان آمده شده درباره کار، مقصد یاردم میپرسند از من حرکت کرده شدم که جایهای کار نو، جایهای خوب پیدا کنم و ویدیو کنم در این باره. دوستان عزیز، وقتی که من جایهای کار رو، اعلان ها رو میگذارم، رقمهاش رو میگذارم، لطفاً با آنها یا ترکی نویسید یا در بعضی حالت ها ازبک ها میشوند، میتوانید ازبکی نویسید، ولی خوبترش ترکی نویسید به همهش، چون که وقتی که به دیگر دولت میروید، هم وقت با زبان همون دولت کار فعالیت میکنید، با زبان همون دولت گفتگو میکنید. دوستان عزیز، خوبش با همون جایهای کاری که خواهش دارید نویسنی هستید با زبان ترکی مراجعت کنید، چون که دوستان عزیز در آنجا زبان تاجیکی عموما کار نمیدهد. در کامنتاری ها هم بسیاری پرسیدن که این کارها تاجیکی است، آدمای تاجیکن یا که تاجیکی نویسه می شود. نه برادرای عزیز، تاجیکی نمی شود، چون که مثلا اگر در کار رستوران هم باشد، افیسنتی هم باشد، در اونجا باید شما با زبان ترکی معاشرت کرده توانید، چون که در اونجا آدمای ترک بسیار میآید. از همین سبب باید ترکی را دانید. دوستان عزیز، حرکت کنید که کمی هم باشد یاد گیرید. می شود بعضا کارهایی که زبان ازبکی طلب میکند، زبان ترکی رو ندانید هم می شود، باز زبان ازبکی دانید اگر می توانید کار فعالیت کنید. در این خیلی کارها می توانید با زبان ازبکی معاشرت کنید یا که با زبان روسی، ولی با زبان تاجیکی یعنی آدمانی که با این زبان گفتگو میکنن خیلی کم است و این زبان تاجیکی در آنجا کار نمیدهد. دوستان عزیز، خوب است زبان ترکی رو آموزید، بعد از پای کار شوید.